پرونده جنایتی با مود 248 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت جوان 20 ساله ساکن شهر اصفهان آغاز کرده شد. نامبرده 4 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 14:30 دقیقه در حدود بازار مرکزی شهر اصفهان قرار داشته با مقصد غارتگری آشکارا با استفاده زوراوری از دست زن 39 ساله ساکن شهر مذکور یک عدد تلفن موبیل تمغه ردمی نوت 8 را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. این چنین پرونده جنایتی با ماده 32 قسم 3 248 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت زن 30 ساله ساکن نوع باباجان غفوروف آغاز کرده شد. نام برده 12 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 0:00 دقیقه با مقصد غارتگری به خانه استقامتی زن 49 ساله ساکن نوع مذکور وارد گشته آشکارا با استفاده زوراوری او را به زمین افکنده یک عدد تلفن موبیل تمغه سامسونگ A11 را تصرف نمودن شده است. اما مقصد جنایتکارانه خود را به آخر نرسانیده از جای حادثه غیب زدنی شده است که از طرف صاحب خانه دستگیر گردیده است. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه فرخار با عریضه مرد 53 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که ماه ایول سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی وارد حوله استقامتی او شده از آنجا اشیاء روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 44 ساله ساکن همین نویه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا نابالغان 16 و 17 ساله ساکنان نوع اسپیتامین همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. نامبردگان 22 ایول سال 2023 تخمینا ساعت 20:00 دقیقه از خانه استقامتی مرد 63 ساله ساکن امین نویه یک عدد دوچرخه اسکوتر را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. از روی حادثه های مذکور تفتیشات ادامه دارد.